سارا، به این ویدیو خیلی خوش اومدید. قراره که کیک با هم دیگه درست کنیم، ولی خب یه کیک ساده نه، کیک تولد هری پاتر. الان هم میخوایم کیک بپزیم، هم میخوایم یه دونه معجون جادویی درست کنیم، ولی فعلا دو تا مشکل داریم. مشکل اول اینه که من وقتی داشتم وسایل کیک رو آماده میکردم که اصلا بذارم جلوی دستم بمونه، فهمیدم که مامانم قالب کیکمون رو برده باغ، پس الان قالب کیک نداریم. مورد دومم اینه که روی نوشتهش اگه یادتون باشه کیک هری پاتر نوشته سبز داشت. من برای اینکه حالا مثلا بخوام رنگ بدم، رنگ سبز پیدا نکردم و اونجایی که گشتم رنگ سبز نبود. برای همین فعلا دو تا مشکل خیلی اساسی داریم. یکی این که قالب کیک نداریم، دوم این که رنگ سبز نداریم. من پودر کیک رو خریدم، بعد پشتش نوشته که مرغ و روغن و آب و اینا رو با هم مخلوط کنین، یه دقیقه هم بزنین با همزن، بعدش این پودر کیک رو بریزین هم بزنین. همزنمونم بذاریم بیارم. اینم همزنمون. همزنه مال جهاز مامانمه، اینجاست. آنم ببخشید اصلا میخوره این بر. این از این. الان من وانیل بیارم، وانیل و بیکینگ پودر. خب الان من باید این سه تا رو بشکنم. سه چهارم روغن زیاد نمیشه. اصلا چی شد که من تصمیم گرفتم این کیک رو درست کنم؟ من کلا خودم خیلی اهل فیلم دیدن و اینجور چیزا نیستم. من فکر کنم بیشتر شد. برای به پیشنهاد یک عزیزی من شروع کردم دیدن خرابکاری پشت خرابکاری. من خیلی دوست داشتم، اصلا همون قسمت اول که کیک تولدشو دیدم واقعا دلم میخواستش که اصلا کیک رو درست بکنم. خیلی دوست داشتم. برای همین تصمیم گرفتم که یه روزی درست کنم و اون روز فرا رسیده. امیدوارم که درست بشه اصلا. خب من الان پودر کیک رو ریختم تو این، دارم اینطوری هم میزنم. همینجوری که هم میزنم با شما صحبت کنم، چون اگر بخوام از این بگیرم حس میکنم شاید برنامه‌های آشپزی میشه. من دوستام که حالا مثلا با هم در ارتباطن و ویدیوهامو میبینن چند تا نکته بهم گفتن. بعد گفتن که بهتره اینا رو توی مثلا ویدیوهات رعایت کنی. یکی اینکه یه عزیزی بهم گفتش که توی ویدیوهات یه ذره پر انرژی تر باشه و پر انرژی تر صحبت کن. واقعا تمام تلاشمو میکنم که اصلا پر انرژی باشم و پر انرژی صحبت کنم، ولی میدونی همین جوری هم خیلی از موقع ها، همیشه همینم واقعا. ولی خب چشم سعی میکنم که پر انرژی تر باشم. اینم به هم گفتن که توی ویدیوها خیلی ناگهانی کات میزنی، یعنی شاید تا همین ویدیوهایی هم که داری نگاه میکنی تا همین جاش یعنی 1000 تا مثلا یه دفعه کات بخوره. اینو قبول دارم. یکی از دلیلاش اینه که من خیلی سوتی میدم، یعنی الان هم که میخواستم اینو توضیح بدم باز سوتی دادم. بعد این من که هی مثلا بخوام بیام هی از اول رکورد کنم اصلا شب میشه. الان واقعا نور داره میره، شب میشه. بعد مثلا نمیرسم که مثلا بخوام یه ویدیو بگیرم. برای همین مجبور میشم که مثلا یه سر رکورد کنم، بعد موقعی که میام ادیت کنم میبینم که اصلا کلا یا دارم توپق میزنم یا دارم سوتی میدم. مجبور میشم همون وسط برم سکانس بعدی. دارم یه ذره وانیل میریزم دوباره، نمیدونم دارم چی کار میکنم. یه مورد دیگه هم این بود که از همه جزئیات فیلم بگیرم. مثلا به فرض هر ویدیویی که میخوام بگیرم از همه جزئیاتش فیلم بگیرم. مثلا فکر نکنم که خسته کننده است، مثلا اینجاش مهم نیست و اینا. سعی کنم که از همه چی فیلم بگیرم که مثلا کسی که داره نگاه میکنه از همه جزئیات با خبر باشه. حالا مثلا اینایی که دارم میگم گفتم شاید شما هم که دارید نگاه میکنین همچین حسی بهتون
دست داده باشیم. خب من اینو بذارم اینجا. رسیدم به بخش جالبش، یعنی برای خودم خیلی جالب بود. من وقتی رفتم فروشگاه میخواستم از این خامه های قنادی بگیرم که مثلا حالتی شبیه بستنیه، توی ظرف آماده است و اینا. میخواستم از اونا بگیرم که دیگه سری مثلا با همزن هم بزنم فرم بگیره. بعد نداشتن. سر این ویدیو من هرچی میخواستم بگیرم یه قحطی اومده بود. فروشگاه که مثلا بقیه وسیله هامو بگیرم، این پودره رو دیدم. به شما نشون بدم. پودر آماده خامه است. نمیدونم چه اتفاقی میخواد براش بیفته. شیر سرد یا نصف لیوان آب سرد اضافه کنید. بعد من شیری که الان اینجا دارم پیشم بیرون بود، مثلا به خاطر اینکه مثلا بخوام کیک رو درست کنم یه مدتی مونده خوب بیرون، برای همین الان ولرمه، مثلا سرد نیست. بعد بذارم نصف لیوان توی یخچال که سرد بشه. این جادویی تو اون شیر سرد میشه. من از عطاری گل پنیرک خریدم چون دیده بودم تو اینستا خیلی رنگ میده، بنفش خیلی خوشگلی داده. اون که دم کشید با این پودر خوراکی اکلیلی که دارم یه ذره از این میریزم توش، بعد این نوشیدنی اکلیلی بهم میده. طبق چیزی که من دیدم باید این اتفاق بیفته. من دیگه واقعا نمیتونم صبر کنم، میخوام ببینم که حالا خیلی هم خوب دم نکشیده، ولی میخوام ببینم که اکلیلی میشه یا نه. چون آخرین باری که این اکلیل رو ریختم موند روی نوشیدنی، اصلا حل نشد. بعد تو اینستا دیدم گل پنیرک رو نوشته بود، دیدیم به خاطر اینه که کات میذارم زبونم. خیلی خوب هنوز دم نکشیده، میگم دیگه. این اکلیله رو میخوام بریزم توی این نوشیدنیه. میبینین همون اتفاق افتاد. من حال ادامه دادن ندارم صادقانه، یعنی به زور دارم ادامه میدم. باورم نمیشه سر کار بودم. مونده روش حل نشده. این همش باید حل میشد. دوباره امتحان کنم چون اگه نشه واقعا ناراحت میشم. من اصلا دل بسته بودم این الان اکلیلی بشه، ولی من فکر کنم سری قبل یعنی تنها فرضیه که میتونم براش داشته باشم اینه که زیاد ریختم. بعد الان میخوام خیلی کم بریزم، ببینم مشکل از اینه یا مشکل از منه. نه به خدا مشکل از اینه. روش میمونه. همینه دیگه. خانومرم همینو خریده بود، اشتباه به هم نداده اینو. من باز تلاشم میکنم، اگه به نتیجه رسیدم بهتون میگم. ولی یا این مشکل داره یا من مشکل دارم یا اون آقایی که اینو بهم فروخت. بچه‌ها بالاخره موفق شدم درستش کنم. درستش کردم. خیلی ذوق کردم واقعا. یعنی پشت دوربین 2 ساعت ذوق کردم براش. 2 ساعت که دروغ، اصلا کلا 2 ساعت نیستم کار میکنم، ولی نه جدی خیلی ذوق کردم براش. یعنی اصلا آخر ناامید شدم کامل ازش، فکر کردم دیگه درست نمیشه. نوبت میرسه به اینجوریه، همون مثلا عین آرد یا همون مثلا وانیل زیاد. و خب الان اینو ریختیم، سریع باید هم بزنیم با همزن.
اینو بذارم توی یخچال حالا تا نزدم. فعلا همچین موفقیت آمیز بود خدا رو شکر، ولی از اینجا به بعدش پر خرابکاریه، چون که 2 تا رنگمو ندارم و از طرفی خامم کم آوردم، یعنی فکر نمی‌کردم اینقدر کم بشه. بعد احتمالاً برم 1-2 تا خامه دیگه بگیرم با رنگ. اومدم بیرون که برم رنگ و خامه بگیرم دیگه، کارهای خونه رو انجام دادم و یکم جمع جور کردم و اینا، یکم دیر شد. یه حالا دارم میرم اون قنادیه، لوازم قنادیه، ببینم که رنگ خوراکی پیدا میکنم اون رنگایی که میخوام یا نه. حالا برم اول خامه ها رو بگیرم، پودر خامه ها رو، بعد میرم اونجا. این از خامه ها، بریم سراغ رنگ. دوباره من دیگه اینقدر خریدم طول کشید، مون واسه امروز، چون دیگه دیشب دیر وقت رفتم خریدارو کردم و برگشتم دیگه کاملا خوب نور رفته بود و میخواستم فیلم بگیرم، خوب نمیشد دیگه. وایسادم تا صبح که قشنگ نور باشه. الان بریم خامه ها رو درست کنیم، چون 2 تا جدید گرفتم. حالا اون بسته که دیروز گرفته بودم کافی نیست، اون فقط واسه نوشته روش به نظرم کافیه. بعد دیگه رنگا رو اضافه کنیم، اون رنگایی که میخوایم برای کیکمون در بیاریم دیگه، شروع کنیم تزیین کردن کیکمون، ببینیم به کجا میرسه. همین کیک هری پاتر اینه که برای خامه کشیش نیاز نیستش که خیلی ابزار خاصی داشته باشی، چون همینطوری حالت شلخته داره روش، برای همین قشنگ با قاشق هم میشه این کارو بکنی. حالا بریم نوشته‌شو بنویسیم. به نظرم سخت ترینش همین نوشتنشه. از این حالا پای می نویسه هری، ولی حالا من همینطوری دیگه میذارم بمونه. الان که کیک اینا رو همه رو درست کردیم، با خیال راحت بشینیم هری پاتر رو نگاه کنیم. تولد مبارک هری. شما بهم بگین کیکم چقدر شبیه کیک هری پاتر شد.